سلام. میدونی لاکژل چیه؟ TPO چیه؟ میدونی داستان این که میگن تمام این لاکژلا سرطانزاست از کجا اومده؟ با من باش تا ادامه همه چی رو برات کامل میگم. خب بریم ببینیم مثلا لاکژل ها از چی تشکیل شدن و لاکژل اصلا چی هستش. مواد تشکیل دهنده لاکژل مونومرها و اولیگومرها هستن که پایه اصلی ساختار ژل رو تشکیل میدن. رزین و رنگدانه ها هستن که خب مشخصه رنگدانه است، رزین هم برای براق کردنش استفاده میکنن. پلاستیسایزر ها هستن که باعث میشن که رطوبت داشته باشه، انعطاف پذیر باشه و اون ژل شکننده نشه. مواد نگهدارنده هستش که داخل ضد باکتری و ضد میکروب داره. کننده های TPO ها هستن. TPO چی هستش؟ ماده ایه که باعث خشک شدن لاکژل زیر نور UV میشه. حالا اتحادیه اروپا اومده TPO رو روی موش ها امتحان کرده، روی 5 تا موش ماده و 5 تا موش نر. به چه صورت؟ مواد TPO رو به خورد موش ها داده، یعنی به صورت خوراکی توی دوز فوق العاده بالا داده، موش ها خوردن. بعد از یک مدتی تخمدان ها و تخمک های اون موش ها از کار افتادن، نابارور شدن. خب حالا من یه سوال دارم، شما لاکژل رو میخوری؟ نه، لاکژل رو نمیخوری. لاکژل استفاده دهانی داری؟ نه، لاکژل استفاده دهانی نداریم. آیا لاکژل وارد خونت میشه؟ نه، وارد خونت هم نمیشه. این TPO فقط توی لاکژل نیستش، توی تمام بیشتر موادهای صنعتی و شیمیایی استفاده میشه، ازش استفاده میکنن. اتحادیه اروپا اومد این ماده رو، یعنی ماده TPO رو به عنوان یک ماده‌ای که خوراکی باشه ممنوع اعلام کردش و گفت کسانی که با این مواد سر کار دارن بهتر مراقبت‌های ویژه رو داشته باشن. FDA آمریکا هم هنوز هیچ بیانیه‌ای بیرون نداده که استفاده از لاکژل ها سرطانزاه یا اینکه نابارورتون میکنه. خواهش میکنم بدون تحقیق، بدون اطلاع این موارد رو پخش نکنین، باور نکنین. باز هم گفتم اون موش ها خوراکی بهشون داده بودن که این اتفاق افتاد. شما هیچ وقت لاکژل رو نمیخورید. مرسی که به حرفم گوش کردی. ممنون. مرسی که دنبالم کنی. لایک و فالو یادت نره.